این یه جزیره خصوصی 250 میلیون دلاری. به برای واقعی هر چیزی که بخواید میتونید تو این جزیره خصوصی پیدا کنید. حالا میخوایم تفاوت این جزیره رو با یه جزیره لوکس 150 میلیون دلاری و یه جزیره عظیم 45 میلیون دلاری و یه جزیره یخزده 5 میلیون دلاری و ارزان‌ترین جزیره خصوصی دنیا رو قراره بهتون نشون بدم. در مورد این صحبت میکنم. کم کم دارم به این نتیجه میرسم که بهتره حرف نزنم. اولین قدم رو روی جزیره جدید میذاریم. اینم $1 برای شما. ممنون که بهم فروختینش. حالا ببینیم که چی خریدیم. اولین حدسم اینه که از هر چیزی که فکر میکردم کوچیک‌تره. وقتی $1 پرداخت میکنی یه تپه و یه آجر و یه توالت قدیمی گیرت میاد. علاوه تیرک‌های چوبی خیلی بیخود. اینجا نسبت به مساحتش تیرک‌های بیشتری داره. در اصل بهش میگن دکر. بیاین بپریم رو قایقمون از اینجا اینجا بریم. میبینین چیزی اینجا نیست. پس میخوام نابودش کنم. در ادامه ویدیو میخوام یه جزیره 150 میلیون دلاری بریم و همینطور به یه ابر جزیره 250 میلیون دلاری. اما اول از همه به یه جزیره 1 میلیون دلاری به اسم جزیره میمون. اوه آره درست شنیدی. این جزیره محل زندگی صدها میمونه و کاملا متوجهم که چرا اسمشو گذاشتن میمون. این میمون اسمش چیه؟ اسمش اودیه. پرتقال منو گرفت. خب میمون غذا رو برداشت رفت. همه که میمونای این جزیره استراتژی خاص خودشونه برای گرفتن ارتباط با آدم‌ها دارن. اونا گولتون میزنن که فکر کنید دوستید و بعد غذای شما رو میدزدن. بردارش واسه خودت. من عاشق این میمونم. اگه فکر میکنین که شما و دوستاتون تو این جزیره کجا باید بخوابین، تو بالای این آبا 6 تا کابین لوکس قرار گرفته که خونه که آدما و محل اقامت میموناست. میمونه دوربینو برداشت جیمی. جناب ما اینا برای فیلم برداری میخوایم. باید ازت قرضش بگیرم. ممنون. خب دوربینمو پس گرفتم. تو میخوای که کلاتو میخوای؟ خب خیلی خوب تو میتونی اونو برداری. فکر کنم تا آخر برنامه لختم کنم. میمونه همه چیزو میخوام. میمونه باحال‌ترین بخش این جزیره نیستن. خب راستش این جزیره اصلا یه جزیره واقعی نیست. در واقع روی یه شبکه گیاهی عظیم زیرآبی قرار گرفته که از شن و آب بیرون اومدن تا این فریب ذهنی رو ایجاد کنن که مثل یه جزیره باشه. این جزیره 1 میلیون دلاری یا یه بوته 1 میلیون دلاری؟ چون هیچ زمینی اینجا وجود نداره. نظرت چیه؟ نه من نمیتونم. فکر کنم جزیره جاییه که قرار ازش بسازی. و در سمت دیگه این جزیره یه اقامتگاه خصوصی وجود داره و حتی یه مرکز ماساژ ساحلی هم داره. نولان دارم تلاش میکنم توی من میخوام با یه میمون ماساژ بگیرم. آره باحاله. ببینید که آب اطراف اینجا چجوری یخ میزنه. چی؟ خیلی سعی کردم گفتن این نکته که جزیره 5 میلیون دلاری خیلی باحال تراش زیادی به کار میبره. جایی که از این به بعد قراره بریم در طول بیشتر سال این شکلیه. ولی قراره که این شکلی بشه. شوخی هم نمیکنم. این جزیره به قدری سرده که رودخونه اطرافش کاملا یخ زده. که یعنی برای رسیدن به اونجا باید از یه خودروی جذاب و بزرگ کمک بگیریم. الان هواشناوری. آره ظاهرا اسنوموبیلا برای این جزیره خیلی مبتدیان. باید حتما از هاورکرافت استفاده کنیم. خیلی باحاله. این به روزترین حمل و فقط نقل. 30 ثانیه زمان برد که بچه‌ها از بیرون هاورکرافت کاملا یخ بزنن. دمای هوا چنده؟ اینجا 0 درجه سیلیسی. خیلی سرده رفیقمون با 70 درجه بالاتر حال میکنه. پس خیلی عجله کردن تا به این کلبه گرمایشی مدل برسن و گرم بشن. اینجا خیلی کوچیکه. صبر کن. اینجا برای تو جایی نداری. بغل تو بغل هم باشیم. و این کلبه ها در تمام طول سال همینجا میمونن. چون میتونن روی آبای گرم و بی‌نظیر رودخونه هم شناور باشن و در عین حال در سرمای زمستون دووم بیارن. اما حداقل توی زمستون منظره بی‌نظیر شفق قطبی و جلوی چشمتون دارید. 5 میلیون دلار شما یه جزیره زمستونی دارید. تو این جزیره اقامت دارین گزینه‌های نامحدود از غذای 5 ستاره رو داریم. اون فکر میکنه ما فنلاندی هستیم. اینم اضافه کنم که این جزیره یه کابین لوکس برای اقامتتون داره. اینجا خیلی زیباست. باشه اینجا رو انتخاب میکنم. جیمی اینجا رو برام بچه‌ها بیشتر زمانشون رو تو رودخونه یخزده گذروندن و شانس اینو داشتن که سوار سوتمه واقعی بشن. اون یکی از دستکشا رو گرفت. خدای من اینجا بهترین جزیره است. حتی فکر نمی‌کنم هیچ جزیره‌ای بتونه به پای اینجا برسه. دسته کار خیلی خوش شانسن چون جزیره بدی نه تنها گرمه بلکه از تمام جزیره‌هایی که رفتیم هم خیلی گرون‌تره. این جزیره خیلی کوچیکه ولی بدون تردید یکی از لوکس‌ترین جزیره‌های موجود در اینجاست. خیلی خب بذارید بریم خونه رو ببینیم. خوراکی‌ها رو مجبور بودیم که میزبان شما باشیم. امیدواریم بهتون خوش بگذره و فقط چیزی رو نشکنین. رفیق باید حداقل یه چیزی رو بشکن. اوه پسر چه قشنگه. پول دارم معمولا حمومای دوست دارن که بشه 30 تا 1000 نفر رو توش جا داد. این بار یه حموم مناسب رو انتخاب کردن. وقتی 19 میلیون هزینه کردین علاوه به یه دوشی که اندازه یه جزیره $1 این جزیره خصوصی این هلیکوپتر هم داره که ظاهرا برای این جزیره خیلی بزرگه. ما جت اسکی داریم، یه زیردریایی داریم، یه زیردریایی هم این سمت داریم، یه زیردریایی کوسه هم اونجا داریم. تقریبا برای هممون هست. هر کاری دوست دارین انجام بدید. خیلی سریع دارم میرم.
جزیره خصوصی هم الان تنها آرزو چیه؟ از این چیز پیاده شم. وای ما زیر آبی. بعد از اینکه لطفی گفت حال با سرعت 500 مایل در ساعت دریا نبردی شدن برای یه سرعت کوتاه به ساحل برگشت. لودویگ قراره از هلیکوپتر بپره پایین. آره این کارو میکنه. نه صبر کن این کارو نمیکنه. صبر کن. برای آخرین بار چیزی داریم که دوست بگیم. دارم مامان متاسفم. هلیکوپتر بچه‌ها رو بالا میبره که اون از اون بالا بپرن توی اقیانوس رو شنا کنه. این دیوونگیه نباید این کارو بکنی. یه جزیره 16 میلیون دلاریه و داریم از هلیکوپتر میپریم پایین. اون میخواد بپره خدای من. خدای من. اوه صبر کنید اونا پریدن. میخواد بپره. هر کی گفته پول خوشحالی نمیخره ماره که اون جزیره خصوصی نیست. تا من که خیلی خوشحالم. و حالا میریم سراغ جزیره 45 میلیون دلاری. این جزیره به حدی بزرگه که نمیتونیم همشو توی یک فریم نشون بدیم. اوه هی نمیدونستم اونجا منتظر ما میمونه. هیچ وقت تو جایی که یه عده احتمالاً مدت‌ها اونجا منتظر بودن احساس راحتی نداشتم. سلام ما براتون اسمیتی بلوبری الکل داره؟ نه نداره. اون 21 سالش نشده. حالا شما رو میبریم بالا و یکم جزیره رویال بهتون ببینیم با نشون 45 میلیون دلار چی گیرمون میاد. میدونی که مسیرش طولانیه. مسیرش از جزیره قبلی طولانی تره. این جزیره با قیمت 45 میلیون دلار یه عمارت و بار ساحلی و یه سرآشپزی اختصاصی داره دوستان. منم میتونم تکونش بدم. خیلی هم بد نبود. و بیرون از عمارت هم یه جکوزی هست که از اونجا میشه خلیج رو تماشا کرد. جت اسکی اون طرفن و البته یه استخر با زیباترین منظره که تا به حال دیدم هست. توی دوربینم به اندازه اینجا واقعی به نظر میرسه. اگه دلیلی که دوست دارین توی عمارت اقامت داشته باشین 5 تا کابین لوکس ساحلی هست که میتونین اونجا بمونین. جیمی منم میتونم. منم میتونم؟ آره میتونم. خیلی خوبه کلاسم نمیخوره. بعد از ور رفتن با تمام این وسایل تو این امکانات جزیره به این بزرگی داریم پینگ پونگ بازی میکنیم. باید اشاره کنم که این چیزا باعث خاص شدن این جزیره نمیشه. در اون سمت جزیره خرابه‌های سطح است که میخوایم بررسیشون کنیم و ببینیمشون. من رانندگی میکنم. ای وای نه. حاضری؟ آره. میخوایم یه کمی از مسیر خارج بشیم و بریم پشت جزیره. چرا راننده همیشه کارده؟ چون فوق اصلا العاده. بزرگ. رفیق خیلی شبیه سافاریه. سرعت 4 برابر بیشتر از سرعت مجازه. نمیدونم اینجا پلیسی از جلو تو بگیره که نه، فقط خواستم تو بدونم. این جزیره زندان هم زندان هست. نداریم. اوه زندان نداریم. و وقتی که بالاخره از مسیر خارج شدیم راهمون رو به سمت جایی که بیشتر از 100 سال پیش یه روستا بوده ادامه دادیم و رفتیم. اینجا قبلا بار بوده خانم. بله. میخوای از زیر سنگ 1000 پوندی 100 ساله قدیمی رد بشی؟ آره قطعاً که روی سر من پسر اگه نمیافته. امروز قرار باشه بیفته تو حتی نمیتونی عصبانی بشی. نولان قبل از اینکه میمیری بیا اینجا. و درست بعد از این خرابه بهترین منظره کل این جزیره رو میشه دید. اوه آره داره بهترم میشه. ما خیلی وقته که توی ماشین بودیم یادم رفته بود که تو جزیره ایم. جزیره از اون قسمت شروع میشه و تا اینجاها میاد. تمام این قسمت رو پوشش میده. میره تا ساحل و تا اون قسمت بالا میره. صادقانه بخوام بگم من شخصا به خاطر یه جنگل بزرگ با چند تا خرابه باستانی 45 میلیون دلار پرداخت نمیکنم. اما مطمئنم که بعضیا این کارو انجام میدن. جزیره بعدی دومین جزیره گرون قیمتیه که با پول میشه خرید. این جزیره 150 میلیون دلاره. تو این جزیره 8 عمارت لوکس وجود داره. و بهترین قسمتش اینجاست که کاملا توسط پنل‌های خورشیدی و توربینای بادی برق رسانی میشه. اینجا زیستگاه چندی گونه نایابه که تا به حال من ندیدمشون و ساختنش 4 دهه زمان برده. این جزیره به معنی واقعی مغز شما رو منفجر میکنه. وقتی به یه جزیره خصوصی فکر میکنم این چیزیه که تو ذهنمه. خیلی خوبه چون این یه جزیره خصوصیه. آره معلومه. و ظاهرا اولین کاری که باید انجام بدین اینه که دستتون رو بشورین. مطمئن بشین که جزیره رو با جرمای فرازمینیتون آلوده جرمامو نکنین. شستم. کسایی که میان اینجا نارگیل میگیرن آره؟ خب نارگیلشون تمومی نداره. آره درسته. نمیدونم به خاطر رویایی بودن این منطقه است یا اینکه در مورد رانندگی کار شنیدید. هر کدوم از ما یه راننده شخصی داشتیم. احساس میکنم از اون شانساست که یه بار نصیب آدم میشه. مگه اینکه برگرد. اونقدر بودجه ندارم داداش. با وجود اینکه قیمت این جزیره 150 میلیون دلاره میتونین برای خودتون اجارهش کنین با قیمت بسیار مناسب 140,000 دلار در روز. من حتی متوجه نشدم که از یه کوه بالا رفتیم. شنیدم اینجا لوکس‌ترین جزیره خصوصی دنیاست. درسته. منظرش که این بی‌نظیره. عبارت عیانیه.
اما قبل از اینکه بتونیم وارد عمارت عیونی بشیم، رفقای دیوونه من حواسشون به یه لاک‌پشت پرت یه شد. لاک‌پشت اونجاست، بیا بخورش. آره خیلی خوب، شما بریم بقیه قسمت‌های جزیره رو ببینیم. این جزیره به حدی لوکسه که برای هر نفر بیشتری که تو مهمونیتون هستن 10 تا پیش خدمت میارن تا تمام نیازاتون رو برطرف کنن. یه دادم اونجا هستن که میگن بفرمایید نوشیدنی، بفرمایید غذا، کاری ندارین تو طول روز آینده بخوایم براتون انجام بدیم و ما هم مثل لاک‌پشت شدیم. از تمام دوستای من نولانه که میخواد از همه این امکاناتی استفاده کنه. اوضاع چطوره بچه؟ داریم بیلیارد بازی میکنیم. با 10 نفر دارم تشویقم لازم نیست میکنم. باهاش بگردین و حس خوبی داشته باشین. اگه استراحت نکنین ناراحت میشم. باشه. اگه به توجه نیاز داری مجبورشون نکن سر پا وایسن. فقط یه ساعت گذشته، اما باید بگم تا اینجا بهترین جزیره بود. به جز تمام این موارد، جزیره یه خونه داره که یه زمین گلف روی سقفش داره که میتونین از اونجا توپای گلف رو به اقیانوس پرتاب کنین، چون از غذای ماهی ساخته شده. باید محکم بزنی به کسی نخوره. اون فلامینگوها رو ببینین، انقدر زیاده نمیتونم بشمارمشون. اونجا رو نگاه، چند تا فلامینگو تو آسمونن. اونا همه جا تا هستن. زمانی که بهشون غذا ندیم ما رو دوستمون ندارن. یعنی اینجا دوستای من، فلامینگوها تنها حیوانات غیر بومی این جزیره نیستن. وای اون یه دایناسوره. این خیلی باحاله. و شاید باور نکنید که این لاک‌پشت عظیم الجثه میتونه بیش از 200 سال عمر کنه. آقا لاک‌پشته، اسم من جیمیه. اگه نواده های من اومدن اینجا بهشون بگو من خیلی آدم باحالی بودم. بعد از اون یه دسته گروه لمور به ما حمله کرد. بیا اینجا جیمی، الان 2 تا لمور رو سرت. آره میتونم، سعی دارم تکون نخورم. بیا لطفاً غذا این کارو بخوریم. براشون نکن. اگه دارین فکر میکنین که این حیوانات غیر بومی از کجا اومدن، متاسفانه بیشتر این گونه ها در خطر انقراضن و به این جزیره آورده شدن چون مالک اینجا یعنی ریچارد برنسون اونا رو آورده اینجا تا از انقراضشون جلوگیری کنه. ما تنیس بازی میکنیم، بسکتبال بازی میکنیم، از یه امارت دیگه دیدن کردیم. برای اولین بار وان آب یخو امتحان کردم. انقدر کار زیادی میشه تو این جزیره انجام داد که در واقع آدمو تحت تاثیر این قرار یکی دیگه خیلی عجیبه. من که واقعا ترسیدم. میدونین دیگه چی عجیبه؟ چی عجیبه؟ جزیره آخر، اونجا میبینمتون. ما چرا هنوز اینجاییم؟ و در مسیر رفتن به جزیره 250 میلیون دلاری توی منطقه کوسه ها توقف کردیم، چون من باید بابت این ویدیو هزینه پرداخت کنم. حالا که دور برم پر کوسه است، احساس میکنم که بدترین کابوسمو دارم میبینم. میخوام در مورد استانبولگاه صحبت کنم بچه‌ها. رفیقونا خیلی نزدیکن. وای خدا کنم. و بدترین قسمتش اینه که تا زمانی که این تبلیغات تمام نکنم از اینجا نباید برم بیرون. این یه بازی موبایلی 32 نفر است که برای تاج داریم رقابت حتی میکنیم. استانبولگاهش هم بهم پول بده این کارو شما نمی‌کنم. کوسا چرا اینجایی؟ اونا خیلی نزدیکن. برای فصل جدید با پوسته ها، انیمیشن ها، واکنش جدید آقای هایدا برگشتم. خیلی خوبه. کله چکشیه به این باید بشه. مطمئن بشم جیمی به اندازه کافی کوسه داره. بیا. یه مرحله کاملا جدیدم اضافه کردن، اما برای زنده موندن باید تا حد امکان از الگوها پیروی کنیم و هرچی بیشتر زنده بمونید سخت‌تر میشون. کوسه به من داره ضربه میزنه. به نظرم کوسه ها دارن به قفس ضربه میزنن، داره تکون میخوره. خیلی ترسناکن. علاوه بر این یه جعبه جدید ابزارم منتشر کردم تا شما بتونید مرحله آقای هایدا خودتون رو بسازید. این یکی از بهترین فصل‌هاست. حتما باید مرحله جدید آقای هایدا رو امتحان کنید. میخوام ببینم که نتیجه کارتون چی میشه. کوسه ها دارن ضربه میزنن. باید برم از اینجا بیرون. خوشحالم زنده‌ای. بریم سراغ کارایی که هیچ ربطی به کوسه نداره. و حالا که قرضا ما بابت ساختن ویدیو پرداخت کردیم، بریم سراغ جزیره 250 میلیون دلاریمون. این یه جزیره خصوصی 250 میلیون دلاریه. این جزیره که بی‌نظیر یه شهر بازی کامل داره که چندین سرسره آبی در اون قرار گرفتن. و همینطور یه بالون اختصاصی داره که هر سرگرمی هم که بخواین تصور کنین و میشه اینجا انجام داد و همش برای خودمونه. هیچ مهمون دیگه‌ای هم اینجا نیست، اما به جز امکاناتی که تا حالا تو این جزیره دیدی، این یکی از همشون بالاتر قرار میگیره. در وسط این جزیره یه سرسره آبی غول پیکر قرار گرفته. با وجود اینکه بچه‌های 8 ساله میتونن سوار اون سرسره بشن، میخوام بیخیال بشم چون از ارتفاع میترسم. اما قبل از اینکه سوار سرسره آبی بشیم بقیه امکاناتو بررسی کردیم. مثلا اینکه بیشتر از 100 تا جت اسکی تو این جزیره وجود داره. این دیگه زیاده رویه. و باید به زیپلاینایی که در طول ساخت ساحلای ساخت انسان قرار دارن هم اشاره کنیم. خدا هیمنی برای چی قراره به چی بخوریم ها؟ به زمین رفیق. چون بعضی وقت آدما میافتن. واقعا ترسناکه. موفق باشی. ممنونم. موفق باشی. حال تو خیلی عصبی. مردم از خوشی. در واقع اون غذا هم باحال نبود. اگه مالک این جزیره باشی میتونی میزبان 13000 نفر از دوستانتون تو این 5 صخره عظیم الجثه باشی. اینجوریه که انگار تو ماینکرافت ساخته شده. و دیدن 2 تا از دوستام تو اون حالت خیلی خنده‌دار بود. لونا شبیه یه لکه خیلی کوچولو شده. با 250 میلیون دلار. خب البته باید بگم که این جزیره حیوانات غیر بومی هم داره. ببینم اون یه طاووسه. جناب من باید شما رو برای بازجویی ببرم جناب. هر نوع بازی که بتونی تصور کنین رو داریم.
ای کاش اون 13000 نفری که همیشه هستن اینجا بودن تا ببینن چقدر بد کرنهول بازی می‌کنی. اون استخر فوتباله؟ این جزیره چیزایی داره که من حتی تصورش هم نمی‌کنم وجود داشته باشه. اما چیزی که متوجه شدم تعداد زیادی غریق نجات بود. اونم فقط برای ما 4 تا. چند تا غریق نجات تو این جزیره؟ اشترا ساعت نه. واقعا؟ با وجود این همه غریق نجات باید خودتو غرق کنی. فکر کنم بد نیستش که یه روز مرخصی بگیرم. تا حالا کسی این جزیره رو اجاره کرده بوده؟ نه هیچ او به اولین باره. رفیق تو به پشت غم عاشق شدی. سیست بعد از شدم. اینکه همه غریق نجات پایین رفتن سعی کردم بچه‌ها رو موقع پایین اومدن از سرسره تشویقشون کنم. بزن خدای من. بچه‌ها دوست داریم بدونین چی از اون ترسناک‌تره؟ اون یکی؟ امشب چرا اینقدر ترسناکه؟ ترسناک به نظر میرسه آخه. میشه بیخیال چیم؟ و حالا برجی با ارتفاع 135 پا بلندترین سرسره یابی تو آمریکای شمالیه. من حتی نمیتونم باید به چی نگاه کنم. لعنتی یه آسمون خراشه. اما خیلی میترسم. قلعه کله خرابات اسم آرامش بخشی. این محشره. او خیلی اومدیم اینجا بالا. داره منو میترسونه. خیلی خب رسیدیم به بالای بالا. اونا اینجا منتظر اون بودن؟ آره. میتونین شدت وزش باد رو بشنوید. ببین پایینو نگاه جزیره نکن. چقدر باحاله. وای خدای من. هی کار. نه. نونا تو باختی. میشه این کارو اجرا کرد؟ میتونی این تنبیه اجرا کنی. خیلی خب درسته. آره. هی کار نجات گفت باید تو بری نونا. مامان عاشقتم. میبینمتون اونجا. خیلی خب برو. انگار من یه کامیون تصادف کردم. بریم که انجامش بدیم. بهتره بعد من بیای. باشه. که او خدای من. چرا اینقدر سریعه؟ تو واقعا همینقدر ترسناکه؟ به خاطر سرگرمی شما قراره این کارو بکنم. من سرسره طولانی وحشت دارم. بزن بریم. خیلی سریع داره میره. در تمام طول مدتی که رو سرسره بودم نزدیک بود غرق بشم. باید بگم تمام این جزیره خیلی فوق‌العاده بود. نکته بعدی که داشت یادم میرفت کد QR رو برای دانلود استامبرگایز استفاده کنین و میتونین $10,000 برنده شین.